بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، دوست داشتم یکی از نصیحتان فضیل ابن عیاض رحمه الله تعالی را برای شما پیشکش نمایم. چگونه که در سیر اعلام النبلاء در مجلد 8 صفحه 427 آمده است، ایشان فرمودند که والله ما يحل لك ان تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغیر حق فكيف تؤذي مسلما. من و شما را خطاب کرده ایستاده است. والله قسم به یگانگی الله، برای تو حلال و جایز و شایسته و درست نیست اینکه سگی را یا اینکه یک خوکی را آزار بدهی بغیر حق. پس چی حال است؟ یعنی پس چی طور تو میتوانی یک مسلمانی را آزار بدهی؟ قسم خورده ایستاده است والله ما یحل لک، برای تو حلال و جایز نیست یک سگ را آزار بدهی. یک سگی که در کوچه خوابیده است تو او را با سنگ یا کلوخ یا با یک چوب او را بزنی. پس چه حال است که امروز مسلمان را آزار میدهی؟ اینقدر ما و شما ظلم میکنیم برای برادران مسلمان خود. واقعا هم ظلم در بین ما و شما بسیار منتشر شده ایستاده است، خاصتا امروز آن نفرانی که تمسک به قرآن و تمسک به سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستند، اونها آزار مییابند از دست کی؟ از دست کفار؟ نه والله، از دست مسلمانان، از دست آن بزدل هایی که امروز اونها را در بین دیگرها میفروشند، در بین دیگرها پست میزنند. امروز میگویند اینها سبب فتنه شدند. العیاذ بالله. این ظلم است. انسان وقتی که عمل به کتاب و به سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرد، پس او امروز فتنه انگیز است؟ نه والله، این ظلم است در حق یک برادر موحد، در حق یک برادر که غمخوار سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. امروز اینقدر از پس اونها شما سخنهای ناخوب میزنید. والله الله شاهد است، به یگانگی الله قسم میخورم، شما در روز قیامت برای این ظلمی که کرده ایستاده در حق یک برادری که امروز از روی محبت زنده می دارد سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را، شما اونها را به فلان گروه گفته متهم میکنید. نه والله، اونها امروز از روی محبت چنگ میزنند به سنت رسول صلی الله علیه وسلم. و آن نفرانی که امروز در حق اونها ظلم میکند، اونها را برده به حکومت تسلیم میکند، آگاه باشند که الله سبحانه و تعالی انتقام اونها را هم در دنیا و هم در آخرت میگیرد. قسم به الله، بین مظلوم و بین الله یگان پرده ای نیست. ان شاء الله تعالی الله سبحانه و تعالی زود یا دیر حتمی انتقام آن بندگانش را میگیرند. به خاطر چی؟ به خاطر ظلم نمودنش. سبحان الله. تو امروز شاهدی میدهی که اونها فلان گروه هستند. نه والله، ما یگان گروه نیستیم. چگونه که الله میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همگی شما مسلمان ها به کتاب الله و به سنت رسول الله و به اسلام یگانه چیکار کنید؟ چنگ بزنید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و شما پراکنده نشوید و شما تفریق انگیزی نکنید. امروز یک انسان مسلمان وقتی که اصلاح می شود، وقتی که می خواهد از روی محبت ریش بماند، از روی محبت می خواهد ایزارهای خود را از بجلک بالا نماید، شما امروز اونها را استهزا و مسخره میکنید. والله اگر که توبه نکنید، اگر که از این کار دست نکشید، در پیشگاه الله سبحانه و تعالی شما جوابگو هستید. وقفوهم انهم مسئولون. الله میگه اونها را شما باز دارید که ما از اونها حتمی پرسان میکنیم. اونها را باز دارید، چون که اونها مورد سوال و جواب خواهند شد. امروز به سنت رسول صلی الله علیه و سلم شما میخندید، به سنت رسول صلی الله علیه و سلم شما مسخره میکنید. العیاذ بالله. این ظلم از در حق یک برادر مسلمان. ظلم این گونه نیست که تو او را بزنی، ظلم این است که تو از پس وی سخن میکنی، تو او را به کفار تسلیم مینمایی. امروز بس نیست که کفار خون من شما را ریزانده ایستاده است، کفار خون من و شما را مکیده ایستاده است، باز امروز ما باید دیگر ظلم میکنیم؟ نه والله، هرگز الله سبحانه و تعالی بین خود و بین بندهش ظلم را اجازت دادگی نیست. الله میگوید که یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، ای بندگان من ظلم را برای نفسی خود حرام قرار دادم. پس چگونه برای من و شما جایز است که امروز ما ظلم میکنیم به یکدیگر؟ الله بزرگ هدایت نماید آن نفرانی را که امروز در حق یک برادر مسلمان خود ظلم و تهمت میکند و اونها را هدایت نماید. هذا والله اعلى و اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.